What's up guys، به چنل کامیکس خوش اومدید. قرار امروز با هم خیلی چیزها رو با هم بتره کنیم. به اولین ویدیوی کنترل خش خوش اومدید. امروز من و همراهم یا همون داداشیم اومدیم تو طبیعت کلی خرابکاری کنیم. با ما همراه باشید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خوش اومدید به باغمون. قراره با ویدیوهامون کلی خاطره با هم بسازیم. خوش اومدید. بریم تجهیز کنیم. به چنل کامیکس خوش اومدید. کلاهات هم براری. آیتم اول از اونجایی که از نوشابه پپسی خوشم میاد قراره اینو به عنوان اولین آیتم ازش استفاده کنیم تا بعد اینکه با تبر زدیم روی پپسی ببینیم چه اتفاقی براش میفته. با ما باشید. از اونجایی که کامبیار ما چلفته و ممکنه ضربه اول نتونه. خب بذار بریم چیکار می‌کنیم. فکر کن کسیه که برقا رو قطع میکنه روزا، تو گرما میمونی. فکر کن دشمن خونیته، خشم تو روش خالی کن، نزن تو صورت هم. بریم تو کاری. از اونجایی که اسکال تو برخورد اول اسمش بزنتش، برخورد دوم داریم. برداشت دوم. فکر کن کسی بود که برق قطع کرد. آیتم سوم. آیتم دوم. بریم که داشته باشیم. نوشیدنی ژلویی. چی شد توش؟ چیه؟ آب شده بود؟ نمیدونم چیه توش ژلاس ولی چی؟ منطقیه شبیه آب دماغ بمونه. از اونجایی که هیچی نخوردیم میخوایم با هم جوجه تست کنیم. مگه نه؟ آره. دیوونه. خب خوراک جوجه کباب هانی غذای اصیل ایرانی. همونطور که میبینید به این شکل و قراره اینطوری باشه. این توش چیه؟ آره با قیمت 112. دستکش در بیا. فکر کنم باید قبلش بچشونی. توش مایه است. فکر کنم این مفادشه. سب کن. چجوری باز میشه؟
چه بدبختی بازش کرد. بیشتر باید تورنمایی میده تو چی؟ هم ظاهرشم به جلتر نروش بوده میریم که با هم تستش کنیم. خدا بیام آزاد. ولی واقعا مزه تورنمایی میده. چجور مرغی مزه تورنمایی میده؟ ولی خوبه، بد نیست. به عنوان غذایی که داری تو بیرون میخوری، مامانت بیرون که دست کنه. خب میخوام در آخر از 1 تا 10 بهش یه نمره بدم. از لحاظ بو که زیاد بوی آنچنانی نداره، مزه تونه ماهی میده و یه کوچولو نمک و روغن. بهش میدم نمره 6.5. بخار پس شده داره؟ آره فکر کنم بخار داره دیگه، بعد بجوشونیمش. ولی خب ما اینجا شبیه عکسش بود. خیلی شبیه عکسش بزنش بیرون. نوش جان. تو خیلی دوست داشتیم و تنها کسایی که برای لحظه میزنن این سگان هم بریزیم برای اونا. از زیر در بره. بزن سیله شیله. از یک قدمش چند میرید بچه. فندو بیا فندو. به یک ریویوی غذا از طریق فندق رسیدیم. فندق خیلی دوستش داره. فندق و دادشیش. گیر نمیکنه. خب آیتم سوم مینی اکسا. یه شوه دوربین. بیش بچه ها بیاره شلوتر بچه ها ببینم. میریم برای تکوندنشون. 3 آیتم سوم. خورد بهش. بریم سراغ مینی اکسا. 3 2 تبکی آبش. نمیتونیم جوابشو. همطور که میبینید مینی اکسا با یه قلاب شد مینی اکسا بدون یه قلاب. چلوس مینی اکسا. از اونجایی که این آیتم 4 دوستش دارم، همونطور که میدید ماینه پوره دیگه. لشو ماینه پور با کارتون چیز. بریم سراغش. 3 2 خدای خوب شکلات داره. خدای خوب داره. خب برای این آدمس توپی رو امتحان کنیم. تاپ شوک ساور. از اونجایی که اینجا خیلی تریفیه با بسته بندی تست. 3 2 بسته درش بیار. از اونجایی که گرده فکر کنم خیلی توپ تنیسه؟ آره شکل توپ تنیسه. دوربین من اونجا بود؟ چی؟ یه بار دیگه میذارم
خب بریم تو کار. 3 2 نشکست؟ نه کن این کار که جون سخت هست. یه بار دیگه میزنیمش اینجا. همونطور که میبینی اینجاش چند تا خط و خش افتاده. خب انگار جون سخت هست. 3 2 نشکه چیزی نمیخورم بس هرچی یکم فشارش بدیم تو شه فشار کنیم ماده چه ماده بود کمی دوربین من اینجاست چرا اینجا نشون میدی؟ چی؟ برای دیوونه یه بار دیگه نشون بچه ببینم خب رفتیم توشو باش کردیم توش هیچی نیست یه آدم سکونه بریم سراغ ایتیم بریم سراغ چسب آکواریوم این قراره خب چیزی چیه بریم تو کارش 3 2 1 قشنگ از وسط چاک خورد یه بار دیگه بزن اسکل یه بار دیگه این دفعه با تمام خود بریم تو کارش 3 2 نتونستی نصفش کنی؟ این دفعه دیگه میشه واقعا ولی انگار اینجا یکم ریخته نه ریخته فکر کنیم مدیر راهنماییتون آقای عسکری آقای عسکری دوست دارم یکی دیگه بگو آقای زنگارکی آدم معلم دینوم دیگه ترک چه جالبی توش دوست دارم توش انگوش کنم خیلی خوب سفر با شو امتحان کنم نه اسلایم ولی خب بیشتر بزنیم فکر کنم با اون چند ضربه اول یک کمی دوره برای ریخت ولی خب معلوم نبود میدونیم همونطور که میبینید چیه بریم با اسپری رنگ آبی از جنس بافتش مراقب باشی اینو میخوام شورتش هم بذارم جوری بگیر که دستم آکواریا میشه 3 سعی کن سگ ضربه بزنیش 3 2 1 بیا جلو بیا بیا آثارش نشون بده خود نکن چیزی که در حقش خیلی بی لطفی شده گوجی بریم سراغ یه املت خوشمزه با یکم رنگ و چسب آکواریوم تبرمون رو نشون بچه بده تبر این هم از اوضاع تبر ما امروز گوجه رو پین پر میدارم که بل نخوره بریم تو کار 3 2 نخور 3 2 این چاکش داد بریم از این 3 2 این کی بود؟ این اون دیگه از کسی زیاد چیز نداره بیایید املت درست کنیم بچه خب این اولین ویدیو رسمی چنلمون بود بعد چند تریه امروز با هم کلی چیز ترکوندیم با هم غذا خوردیم سگا خوردن
نمره 12 هم دادن، رفتن از فندق پرسیدن. دستتو نشون بچه نه دستم ساعدت رو ببین. اینا چرا نیده بوده؟ خب دیگه بچه ها، اگه از این ویدیو خوشید اومد شیر کنید برای دیگران و اینکه لایک و ساب یادتون نره و سابسکرایب کنید و زنگوله